حضرت اسامه ابن زید دیدن که در جنگ یک مشرک خیلی مسلمانای کشته ایستاده است. از دور نگاه میکنن که هر یک مسلمانی که روبرو میشد کشته ایستاده است. بعد به سوی همون رفتن که همین از بین برونم که چند مسلمان کشت. وقتی که بار اول زدن شمشیرش پرید. بار دوم وقتی که شمشیر کشیدن زدنی شدن که لا اله الا الله گفت زدن. بعد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم حادثه را نقل کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که برای چی زدی بعد اینکه لا اله الا الله؟ گفت که یا رسول الله ترسی من نگفت. هل شققت صدره؟ آیا دلش را کفانیده دیدی که از ترسی تو بود؟ هل شققت صدره؟ مگر قلبش کفانیده دیدی که از ترسی تو گفت؟ روز قیامت لا اله الا الله بیاد چی میگویی؟ روز قیامت لا اله الا الله دعوا کرده بیاید چی میگوییم؟ حضرت اسامه حب رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابن حبه، دوستی پیامبر صلی الله علیه و سلم و پسری دوستی پیامبر صلی الله علیه و سلم. با وجود همین هر وقتا که پیامبر صلی الله علیه و سلم اسامه رو میدیدن، اسامه روز قیامت لا اله الا الله آمده از گریبانت گرفت چی جواب میدی؟ بعد اسامه میگفت که ای کاش بعد همین حادثه اسلام قبول میکرد، کاش کافر میبودم و بعد همین حادثه همه آدمی لا اله الا الله کشتن گفتگی کاش بعد همون اسلام می آوردن. چون که اگر الاسلام یجب ما قبله، کسی اسلام بیارد پیشین گناهاش بخشیده میشه. یعنی که یک آدم در آخرین حیات، آخرین لحظه حیاتش ببینید این آدمی که حاضر اسامه کشت صدها مسلمان شاید کشت، مشرک بود، ولی نماز نخوانده است، روزه نداشته است، لیکن در آخرین لحظهش لا اله الا الله